به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیارانی عزیز، درود و رحمت پروردگار بر یکایک شما باد در هر کجای عالم که هستید و در هر وقت و زمانی که ما را میبینید. اینک صحبت امروزه خود را آغاز میکنیم و موضوع صحبتی ما هم متاسفانه مسئله نیزا در مرز تاجیکستان و قرقیزستان هست و سوالی اصلی ما و شما، نه تنها سوال موضوع امروزه ما، بلکه سوال فکر میکنم هر یک تاجیکستانی، هر یک قرقیزستانی و هر یک انسانی که دلش به این منطقه میسوزد، به دوستی و برادری این دو ملت همسایه هم تقدیر میسوزد، این است که چرا مشکلات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان طول این 10 ساله ها حل نمی شود و اصلا چرا حل نمی شود. یک طرف چرا این مشکلات گاه از نو گرم می شود و به زد و خوردهای نظامی طرفین می انجامد، ده ها و گاه صدها نفر از هر دو طرف به شهادت می رسند. من قبل از آن که به موضوع اساسی بحث وارد شوم، تسلیت خودم را به یکایک شما هموطنان عزیز به خاطر اون شهادت ده ها هموطنانمان در نتیجه این حادثه ها بیان میکنم، بخصوص به پیوندان این شهیدان، به ساکنان منطقه های مرزی، به ساکنان چارکوه، به ساکنان دهه های دیگری اسفره و به خانواده های سربازان و افسران شجاع و دلیر تاجیکستان که مسئولیت ملی، وطنی و انسانی خود را ادا میکنن، از مرز و بوم دفاع میکنن و در این گونه مناقشه هایی که واقعا هم فتنه انگیز هست و حالا بعدا تحلیل خواهیم کرد که چرا ما این را فتنه انگیز میگیم، مسئولیت خود را انجام میدن، چون اونها سرباز هستن، افسر هستن و باید قرض کنستیتوشنی، قرض وطنی خود را انجام بدن و به یکایک آنها، به خانواده های شما و به همه ملت عزیزم از نام خود، از نام پیمان ملی تاجیکستان و از نام همه مهاجرانی که امروز دور از وطن هستند و میخواهند در پهلو یکایک شما باشند اما نمیتوانند، تسلیت خود را بیان میکنم و از پروردگار عظیم‌الشأن برای این شهیدان جنت الفردوس و برای شما عزیزان صبر جمیل را تمنا دارم. و این چنین به شهیدان ملکی و افراد بیگناه از طرف کشور همسایه قرقیزستان هم تسلیت بیان میکنم. شاید بعضی از دوستان که در حالت خیلی هم گاه احساساتی میشوند میگن چرا به شهیدان یا فوتیدگان اون طرف تسلیت بیان کرده شود. دوستان گرامی، برای آن کسانی که بیگناه کشته میشوند، تصادفاً قربانی تیر دایدو میشوند یا در حادثه های جنگ، خواهیم نخواهیم این جنگ است، زد و خورد است، بدون کدام گناه، بدون کدام سلاح کشته میشوند، ما وظیفه انسانی همان هست که اولش که اجازت ندیم که این گونه حادثه ها رخ ندهند، پیش روی این گونه فوت های بی اساس و بخصوص نسبت افراد بیگناه گرفته شود. اما اگر چون حادثه هم که رخ داد، وظیفه انسانی ما هست که باید در غم آنها هم شریک باشیم و مگر کسانی که عمدن و قصدن به وطن ما هجوم میکنن، دست به سلاح میزنن، طبیعی است که دیگر اونا نه حکم شهید رو دارن و نه سزاوار تسلیت هستند، چون متجاوز، غاصب فرق ندارد در کدام جنگ است، در کدام حالت است، نسبت کدام سرزمین هست و از کدام طرف هم هست، متجاوز است و حکمیان دیگر است. بنابر همین به جای تاسف است که طبق آمار رسمی بیشتر از 100 نفر از هر دو جانب در این جنگ ها کشته شدند و طبق آمار غیر رسمی این عدد میتواند بیشتر از 300 نفر باشد. حالا ما جدا از اینکه این آمارها واقعی هستند یا نیستند، حتی همین 100 نفری که الکی تصدیق شد از هر دو جانب، مقامات رسمی تاجیکستان 41 نفر از طرف تاجیکستان اعلام کردند، مقامات رسمی قرقیزستان یک کمی بیشتر از طرف خودشان اعلام کردند. در مجموع نزدیک 100 نفر هلاک شدند در این نزاع چند روزه و واقعا یک تلفات بسیار هم بزرگ است، نه تنها برای این دو ملت بلکه برای منطقه و یک زخم بسیار عمیق را در بدن
این دو ملت وارد خواهد کرد که میتواند تا 10 سالهای دیگر فراموش نشود. خب دوستان گرامی، بیاید وارد شویم به واسطه به خود موضوع و شروع کنیم از آمار. من حالا درباره سبب‌های این جنگ یا این نزاع بیشتر صحبت خواهم کرد، اما بیاید درباره آمار و مناسبت ما با ارقام کمتر صحبت کنیم. من میتونستم 2 روز پیش، 1 روز پیش صحبت کنم و البته پیمان ملی تاجیکستان موقع خود را معین کرد. شما همچنین که هموطنان عزیز آگاه هستید، ما در اون بیانیه رسمی مقصر اصلی حکومت‌های هر دو طرف رو میدونیم. بله، در چنین حالت‌ها وقتی که احساسات خیلی بالا می‌رود، یک زمانی هست که اون پاتریوت‌های دروغین به اصطلاح وطندوستان خسکی که همیشه پنهانند، همیشه خاموشند، همیشه کر و کور و نابینا و ناشنوا هستند، یک باره با سپارش، با دستور اینها تبدیل به پاتریوت‌های چند آتشه میشوند و به میدان میریزند و از هر دو طرف، یعنی نگویم که فقط پاتریوت‌های دروغین و خسکی طرف تاجیکستان است، در تمام کشورها. شما در جنگ روسیه و اوکراین رو ببینید، شما فعالیت پاتریوت‌های دروغین و خسکی طرف قرقیزستان رو ببینید، اونا از این هموطنان ما کمی ندارن. اینها میآیند هر کسی را که دعوت به انصاف، به وجدان، به انسانیت میکند و هر کسی را که تلاش میکند سبب‌های اصلی نه تنها این نزاع، هر نزاع دیگر را جستجو کند، عامل‌ها را پیدا کند، گناهکارهای اصلی را پیدا کند، اینها را متهم به خیانت، به خدمت به دشمنان و غیره و هکذا میکند. شما اگر یک مرتبه به شبکه‌های اجتماعی چی تاجیکی، چی قرقیزی، چی روسی، چی اوکراینی نگاه کنید، در اونجا چگونه فضا را میبینید که در بین این همه تبلیغات و پروپاگاندا و یکدیگر را تهمت کردن، حقیقت گم میشود. دیگر طرف نمیداند که در این مناقشه ظالم کی است، مظلوم کی است، تجاوزگر کی است و قربانی شده کی هست، و هر کس تلاش میکند که جانب دیگر را متهم کند و خودش را سفید کند. اما بالاخره وقتی که یک انسان انسان است و ارزش‌های انسانی را والا می‌داند، اگر دیندار است فردا از روز قیامت می‌ترسد. حالا جای وطندوستی و میهن پرستی واقعی دیگر هست. اینها تلاش می‌کنند که اصل واقع را پیدا کنند و کسی که گناهکار است، کسی که جنایت کرده است، او را محکوم بکنند. تا امروز و ما تلاش کردیم که آمار واقعی را به دست بیاریم و تمام این خبرها را از زاویه انصاف و واقعیت تحلیل کنیم و بعدا بیایم با هموطنان عزیزمان این صحبت را داشته باشم که چون عمر دروغ کوتاه است، چه دروغ را من به فایده خودم بگم چه به ضرر خودم، و عمر تبلیغات دروغین هم کوتاه است. شما میبینید که چقدر تبلیغات های دروغین میشود، بعد در یک زمان، در یک لحظه همه این بالای آب میبراید و خودی همون تبلیغگری دروغ گو شرمسار خواهد شد. تا این لحظه طرف رسمی تاجیکستان 41 نفر را اعتراف کرد که از طرف ما به شهادت رسیدن. رادیو آزادی و بعضی سرچشمه‌های دیگر رقم 63 را برای جامعه پیشنهاد کردن. من چرا به آمار حکومت باور ندارم؟ آشکار میگم. چون وقتی که رادیو آزادی روی خطی 63 نفر رو با نام و نسب می‌آورد و دقیق میگوید که از ولایت سوق 32 نفر، از ولایت ختلان 25 نفر، از ولایت مختار کوهستانی بدخشان 2 نفر، ناحیه‌های تابع مرکز 3 نفر و یک نفر دیگر که مکان زیستش هنوز معلوم نیست، در جمع 63 نفر رو با نام می‌آورد. طرف حکومت، یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات رسمی ما از 41 نفر نام میگیرند. سوال با وجود میاد که چرا ما با آمار رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان باور نداریم؟ دوستان، این مسئله پاتریوتیسم و مسئله اعتماد به ملت و مردم نیست، برای آنکه اصلا خود آمار حکومت جمهوری تاجیکستان در تمام مسئله ها تا امروز دروغ بوده است. در اقتصاد، در سیاست، در مالیه، در انداز، در همه چیز دروغ بوده است، دروغ برآمده است و اونها عادت کردن دروغ بگن. حتی در همین مسئله هم که
افرادش به شهادت رسیده با نام و فامیلیشون معلوم و مشخصن، اینا 22 نفر رو خط میزنن. یعنی 22 نفر نیست، وجود ندارد. برای تاجیکستان، برای امام علی رحمان 22 نفر انسان نیستن. برای چی؟ برای که امام علی رحمان به نسبت شهروندان تاجیکستان همچون آمار مناسبت میکنن، نه همچون انسان، همچون استاتیستیکا، اندازه‌سپار. اینا همچون باید که پول بستانن، اگر لازم است کشته بشون. شمارش مهم نیست، مهم که اینها رقم ها رو پر کنن. بنابر همین راحت 22 نفر رو در پیش چشم مردم خط میزنن و سوال با وجود میاد که اون انسانی که زندگی میکرد، نام و فامیل دارد، چرا حکومت با اون مناسبت میکند؟ او رو انسان نمیشمارد. تو بودی نبودی، به شهادت رسیدی در جنگ، در خانت، برای این حکومت دیگر فرق ندارد. پس میتوان گفت که حداقل از طرف تاجیکستان طبق اونی که نام و نسبشون معلوم شده است، ما 63 شهید دادیم تا این لحظه. اما آمار دیگر هم دوستان عزیز به دست ما میرسد. من حالا گفتن نمیتوانم که اون آمار تا چه حد صحیح هستند. از خود مردم اصفره آماری که از سرچشمه‌های خیلی موثق میرسد، رقم‌های نزدیکی یا بالاتر از 200 نفر رو میگن. دقیقاً همون رقمی که دبیر شورای امنیت قرقیزستان ایمان علیوف گفت که طرف تاجیکستان بیشتر از 200 نفر تلفات داده است. من خیلی میخواهم که به این رقم باور نکنم، با این رقم دروغ باشد. واقعا خیلی میخواهم، هر کدام شما را میخواهید. اما چون رادیو آزادی هم که نمیتواند نام به نام در بدر خانه بگردد و جمع آوری کند، خیلی کاری سنگین است. واقعا هم باید گفت که دست آنها درد نکند. کسانی که کمک میکنند برای مشخص کردن نام و نسب و هویت این شهیدان خیلی زحمت میکشند، مسئولیت یک حکومت رو اجرا میکنند. کاری را که باید حکومت امام علی رحمان انجام بدهد، کارمندان یک رادیو یا یک روزنامه‌نگاران ما انجام داده ایستند، در صورتی که این وظیفه جانی یک حکومت است. اما رادیو آزادی هم میترسد از آن که یک رقمی بیشتر از آن بگوید که در دستش نام و فامیل هست. حالا خدا کند که باز تکرار میکنم که این رقم نهایی باشد، ما از 63 نفر بیشتر تلفات نداشته باشیم. اما کی میداند، باز در این جنگ همه چی شدنش ممکن است و ما هم نمیتوانیم اون سرچشمه‌ای که از داخل خود مردم اصفره هستند و آماری بیشتر از 200 نفر رو میدهند، اونها رو هم نادیده بگیریم، این کار کنیم. در مجموع حتی 10 نفر هم باشد، 5 نفر هم باشد، اینها انسانن. ما باید که نسبت این قضیه ها، نسبت تقدیر انسان ها، نام و نسب آنها، چگونگی به شهادت رسیدن آنها به تفاوت نباشیم. آنها انسان بودن. اگر برای حکومت جمهوری تاجیکستان انسان نیست، نه آزادیش، نه نامش، نه کرامت و حیثیت و هویتش، بالاخره برای ملت، برای ما و شما که این مسئله اندک نیست. و تشکر میگم بار دیگر به نه تنها به کارمندان رادیو آزادی، بلکه به همه کسانی که کمک میکنند در معین کردن، مشخص کردن این افرادی به شهادت رسیده. اصلا این نکته رو هم بگم که دوستان عزیز، ما نباید از آمار، از فکت و رقم ها بترسیم. شاید کسی در حکومت جمهوری تاجیکستان کوشش میکند یا دلیل هم دارد که ما رقم رو پایین بیاریم برای اینکه روحیه مردم، روحیه سربازها، روحیه افسران ما پایین نرود، شکسته نشود و برای همین ما مثلا رقمی 41 رو میگیم و یک کمی کمتر از رقمی کشته شدگان طرف قرقیزستان. آیا همین راه حل است؟ آیا ما با همین راه میخواهیم خودمون را، مردم را، جامعه جهانی را فریب کنیم؟ چه بدی دارد ما بگیم که بله در نتیجه این جنگ، این خونریزی، طرف تاجیکستان فلان مقدار تلفات داد و این به هیچ معنا، هیچ وجه به معنای پیروزی و باخت نیست. شما شاید در جنگ روسیه و اوکراین، من حالا آمار دقیق هیچ کس ندارد که چند نفر از طرف روسیه قربانی شد و چند نفر از طرف اوکراین، اما مسئله پیروزی و مغلوبیت در میدان جنگ با دیگر چیزا بها داده می شود. بله تلفات خیلی مهم است، قربانی دادن انسان ها، افراد خیلی مهم است، اما این مسئله هیچگاه به معنای برد و باخت نیست. این تنها در ذهن حکومتداران تاجیک
همیشه این است که هر چقدر آمار پایین باشد همون قدر اینا فکر میکنن که ما بهتر کار کردیم. برای همین بود که آمار فوتیدگان در زمان کرونا ویروس را خیلی پایین آوردن، در صورتی که به مراتب بیشتر بود. حالا بگذاریم از این مسئله، چون این دیگر سیاست دائمی حکومتداران تاجیکستان است که همیشه در همه مسئله ها در خرسندی و در شادی باید که دروغ بگن. اما طرف قرقیزستان تلاش کرده ایستاده است که آماری به واقعیت نزدیکتر را بدهد و اینجا یک فرقیت است دوستان عزیز. چرا من اینجا میخوایم یک کمی تحلیل کنیم رفتار هر دو جانب را نسبت این قضیه، که طرف قرقیزستان در مجموع چگونه رفتار کرده ایستاده است، طرف تاجیکستان چگونه رفتار میکنند، حکومت ها چگونه رفتار میکنند، جامعه شهروندی چگونه رفتار میکنند، رسانه ها چگونه رفتار میکنند، اپوزیسیون ها چگونه رفتار میکنند و اینا خیلی مهمند برای اینکه ما قضیه را خوب تحلیل کرده بتوانیم. حکومت قرقیزستان تلاش کرده ایستاده است که با مردمش نزدیکتر باشد، با مردمش آمار بدهد، در تماس پیوسته با مردم باشد و کوشش میکند که دروغ نگوید. برای چی؟ برای آنکه میداند که دروغ گفتنش هم بر ضررش است، هم ملت آنها را جزا خواهند داد. بلافاصله از تاشکند، از سمرقند، پرزیدنت قرقیزستان جاپاروف سفر کرد به منطقه نزدیک سرحدی. اما پرزیدنت تاجیکستان در کجا بود؟ حالا خودش میداند و خدا. او مسئول آن است که چگونه با اپوزیسیون، با مخالفین، با نهضت، با دیگر گروه ها مبارزه برد و قضیه را سپارید است به دست خود مردم اسفره، به مردم ملکی، اونها را سلاح میدهد. بعد شما میبینید که در نوارها همه گونه کس هست، از سابق مجاهدین ما سر کرده تا حالا افراد نامعلوم با لباسهای ملکی، با ریش، با همه گونه نوع سلاح و با همه گونه نوع لباس، و این بهانه میدهد به طرف قرقیزستان و به طرف بعضی سازمان هایی که میخواهند عیب را بر دوش تاجیکستان بار کنند، میگن که طرف تاجیکستان نیامنیکا را، زرخریدان را استفاده برده ایستاده است. حالا بیا اکن دیگر فرق بگذار که بگو که این نفره که شما همچون زرخرید خارجی گفتید این شهروند تاجیکستان است، فقط مثلا رزمنده سابق نهضت اسلامی تاجیکستان بود یا اینکه از نیروهای مخالفین بود یا هر کسی دیگر افراد ملکی است و دستش سلاح افتاده است. نه، اون دیگر این را همچون فکت و دلیل میارد علیه ما که اینها زرخریدان خارجی بودند و طرف تاجیکستان از ارتش حرفه‌ای، از مقامات قدرتی استفاده نکرد، بلکه از زرخریدان استفاده کرد. اما طرف قرقیزستان تلاش میکند که مقاماتش بیان در صحنه، در صف اول خودشون باشن و مسئولیت رو به دوش خودشون بگیرن، با مردم صحبت کنن، آمار دقیق بگن و حتی ببینید روزی ماتم ملی اعلان کنن. یعنی کشته شدنی نزدیکی خب بیشتر از 40 نفر، حالا 47 نفر آمار میدن، بگذار 50 نفر باشد، برای ملت قرقیز، برای حکومت قرقیزستان مصیبت است، فاجعه است. اونا هر یک انسان را نام به نام معین میکنن، قدردانی میکنن، خاطرش رو پاس میدارن و روزی ماتم ملی اعلان میکند پرزیدنتش. پرزیدنت تاجیکستان چیکار میکند؟ آمار را پنهان میکند، یعنی برای اون شهید گویا که هویتش رو خط میزند توف کرده است. روزی ماتم ملی اعلان نمیکند، به یگان خانواده تسلیت بیان نمیکند، هر کسی را که بخواهد به دستش سلاح میدهد میفرستد به مرز. همون نفری را که دیروز میکشت و کشته ایستاده بود بود به دست سلاح میدهد، میگه که اگر بخوای که من تو رو زندانی نکنم برو در مرز بجنگ. این مناسبت یک حکومت قرقیزستان با قضیه است و این مناسبت حکومت تاجیکستان با قضیه است. ببینید دوستان عزیز، گاها بعضی آدما میگن که آیا در همین شب و روزایی که مسئله در مرز جنگ رفته ایستاده است، مسئله بین دو دولت است، دو ملت است، آیا لازم هست که یک حزب، یک گروه، یک روزنامه‌نگار، یک بلاگر، یک انسان بیاد حکومت خودش رو تنقید کند؟ و بعضی ما رو متهم به آن میکنن که شما حتی در همین شب و روز چون غرضناک هستید میاد حکومت رو تنقید میکنید. دوستان عزیز، شما بین امام علی رحمان و حکومت، بین حکومت و ملت، بین منصبداران و اون مردمی که جان بر کف
که دست به سلاح میزند مجبور میشود بین حکومتداران زمین فروش و وطن فروش و اون سرباز و افسر وطن دوست تاجیک فرق بگذاریم. وقتی که ما مشکلی را گپ میزنیم، حکومت را تنقید میکنیم، تنها در این روزهای دشوار تنقید نکرده ایم، برعکس ما یک هفته شد خاموش هستیم تا اینکه مسئله آرام شود، جنگ ختم شود و بعد بیایم گپ بزنیم. ما حکومت را در مسئله بدخشان تنقید کردیم، جنایتکار نامیدیم، در مسئله کرونا ویروس، در مسئله دزدی‌های اقتصادی، دزدیدن مال مردم، در تمام مسائلی که حکومت جنایت میکند قبل از این حادثه هم ما اینها رو تنقید کردیم، جنایتکار نامیدیم و خواهیم کرد. و این معنای ندارد که اگر در شب و روزهای چنین مشکلی ملت حکومت باز جنایت میکند، جنایت نسبت ملت خودش، من نمیگم حالا نسبت کسی دیگر، شاید در این قضیه کشمکش آخر بین تاجیکستان و قرقیزستان من امید دارم که طرف تاجیکستان هیچ جنایتی، هیچ کمبودی نکرده است، نه حکومتش، نه مردمش، نه ساکنان جمهوری تاجیکستان نسبت همسایه ها. اما در همین شب و روز نسبت مردمی تاجیک، ملت تاجیک، حکومت تاجیکستان دارد جنایت میکند. یکیش انا همین پنهان کردن آمار که این جنایت است، هم قانونشکنی است طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان و هم نسبت بشریت جنایت است که چگونه یک انسان را 22 نفر را تو خط میزنی اگر از این بیشتر نباشد. و طرف دیگر وقتی که ما مقایسه میکنیم میبینیم که نه، در طرف دیگر مقامات خیلی با مسئولیتانه رفتار میکنن. اما شما یک بار به سایت های جمهوری قرقیزستان نیا کنید، به شبکه نیا کنید، انتقاد حکومت قرقیزستان در شبکه های قرقیز زبانی، در شبکه های اینترنتی، در سایت های رسمی قرقیزستان از طرف اپوزیسیونرهای داخلی و خارجی، روزنامه‌نگاران، بلاگرها 10 مراتب بیشتر است از انتقادی که نسبت امام علی رحمان و حکومت تاجیکستان و دیگر مقامداران کرده می شود. 10 مراتب بیشتر است. حتی با فکت و رقم آورده گفته ایستادن که حکومت قرقیزستان، پرزیدنتش، وزیر امنیتش و دیگر مسئولین در این جنگ چه جنایت‌ها کردند و حتی متهم به آن هستند که همین جنگ را سیاستمداران قرقیز آغاز کردند. یعنی ببینید که جامعه شهروندی قرقیزستان، سیاستمداران قرقیزستان، روزنامه‌نگاران قرقیزستان، وطن دوستان اصیل قرقیزستان، نه اون وطن دوستان خسکی و دروغینه که فقط ملت تاجیک را سیاه میکنن، عیبدار میکنن و ملت خود را سفید میکنن در همه جنایت‌هاشون. نه، منظور من اون یک قشر بسیار آگاه و بیدار و وطن دوست واقعی قرقیزستان است که چقدر حکومت قرقیزستان را زیر توزیع تنقید گرفتن و چقدر فکت و رقم ها را میبرند و هیچ کس جرئت نمیکند آنها را بگوید که شما وطن دوست نیستید، شما پاتریوت نیستید، بلکه آنها را میگن پاتریوت واقعی، وطن دوست اصیل. انا همینا هستند که حقیقت را که پیدا کردن فرق ندارد این جنایت از طرف حکومت خودشون شده است یا از طرف حکومت تاجیکستان، اون را آشکار میگن. و جاپاروف این شب روزها شاید در نیویورک باشد، در نشستی سازمان ملل، حالا برگشت یا نمیدونم. 2 روز پیش در اونجا سخنرانی داشت و باز طرف تاجیکستان رو هم متهم کرد، البته متاسفانه یک طرفه و تا حال از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به جواب مانده است. من باز تکرار میکنم، از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. ولی مقامات دیگری تاجیکستان موقع تاجیکستان رو گفتند و عیب رو بر دوش طرف قرقیزستان موندن. اما وقتی که رهبر یک کشور از بالاترین منبر جهان، سازمان ملل، طرف تاجیکستان را تجاوزگر مینامد، وظیفه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است که خودش بیاد موقعش رو نسبت این مسئله معلوم کند. اما وقتی که جاپاروف با یک هواپیمای خصوصی پرواز کرد به نیویورک که روزنامه‌نگاران قرقیزستان تحقیق کردن، گفتن که $200,000 حکومت قرقیزستان از بودجه در همین شب و روز جنگ با یک هواپیمای خصوصی قرقیزی است، البته اون هواپیمای یگان شرکت خصوصی قرقیزستان است، پرداخت کرده است برای سفر به نیویورک. هیئت رسمی قرقیزستان در نیویورک خرید کردند، کدام مغازه رفتند خرید کردند و
در شبکه‌ها عکساشون برآمد. جامعه قرقیزستان میجوشد که چگونه پرزیدنت قرقیزستان با یک هواپیمای خصوصی کدام دوستش یا شناسش پرواز کرده است با پول بودجت به نیویورک. چرا با هواپیمای رسمی با پروازهای عادی پرواز نکرد و چرا در همین شب روز هیئت رسمی قرقیزستان در نیویورک خرید میکند و ده ها مسئله های دیگر. انتقاد نسبت رفتار هر ساعته مقامات قرقیزستان در شبکه و رسانه هست. اما تاجیکستان چی؟ اگر پرزیدنت قرقیزستان یک سفر کاری و آن هم خیلی مهم برای شرکت در سازمان ملل از پول بودجه در یک هواپیمای خصوصی قرقیزی رفته باشد، پرزیدنت تاجیکستان ده ها سال است که تمام سفرهای رسمی را از بودجه تاجیکستان با هواپیمای خصوصی میکند و از 100,000 هر یک پروازش از 100,000 تا 250,000 و بعضی پروازها تا 300,000 دلار پول بودجه از جیب ملت و جیب خود امام علی رحمان و شرکت خصوصی سامان ایر میرود. هواپیماها از بودجه تاجیکستان خریده شده است، از پول راغون که ما و شما جمع کردیم سهمیه خریدیم، این را خصوصی کردن و امروز رحمان باز از جیب ما و شما از ملت میگیره در جیب خودش برای سفری رسمیش پرداخت میکنه. 10 سال باز این کار انجام میدهد. یگان نفر از دپوتات تاجیکستان در پارلمان، یگان نفر از روزنامه‌نگاران، یگان نفر از بلاگرها بغیر از اپوزیسیا یگان نفر در داخل کشور نمی نویسد. اما یک پرواز جپروف رو دیدید که رسانه ها و بلاگرهای قرقیز چگونه رسانه‌ای کردن و چی می نویسند. این است که جپروف مجبور می شود خودش بیاد موقع گیری کند. این است که جپروف مجبور می شود به بودکن بیاد. این است که جپروف مجبور می شود آماری درست بدهد، زیرا تمام فعالیتش در زیر ذره‌بین ملت، مردم، پارلمان، رسانه ها و شبکه است. اما امام علی رحمان چیکار کرد در مقابل؟ امام علی رحمان در مقابل همه را خاموش کرد، احزاب را ممنوع کرد، همه را تروریست اعلام کرد، دپوتات ها را فشار آورد، وزیرها را نابود کرد، بلاگرها را زندانی کرد، ژورنالیست ها را ترساند، رسانه های مستقل و نیم مستقل را بست و امروز ملت باید که با فرمان او بخندد، با فرمان او گریه کند، با فرمان او پاتریوت های ما باید که بیان در میدان گپ زنن یا خاموش بستن. همین پاتریوت هایی که امروز ما را متهم میکنن به خیانت و به همه چیز و خودشون گیا کرته میدرانند در قضیه مرز قرقیزستان و تاجیکستان که با سفارش این کار را انجام میدن. با آنها اجازه داده شد که وطن دوستی خود را گیا جار بزنند و به نمایش بگذارند، در وقتی که خودی همین امام علی رحمان 40 نفر شهروند تاجیکستان را با اعتراف خودش در بدخشان کشت در روز روشن، وقتی که اونا سلاح نداشتند. مردم روشن سلاح نداشت. کجا بودن این پاتریوت های ما؟ کجا بودن این وطن دوستای ما؟ مگر برای شما فرق دارد که شهروند تاجیکستان از دست قرقیز کشته می شود یا از دست امام علی رحمان؟ برای شما مگر فرق دارد؟ برای من نه تنها فرق ندارد، بلکه فرقش بیشتر در آن است که اگر از طرف یک همسایه کشور یک دشمن در یک جنگ کشته می شود، خب من میگم دیگر اون طرف گناهکار است، این از وطنش دفاع کرد، از این شهروند ما شهید است و در یک جنگ کشته شد، ما هم کشتیم اونا هم کشتن. اما وقتی که ببینید دوستانی عزیز، وقتی که یک شهروند بی سلاح فقط برای میتینگ کردن، فقط برای اعتراض کردن که یا حتی برای راه را بستن، حالا مردم روشن راه را هم بسته باشند، در تمام دنیا راه ها را مردم راههای هواپیما، ماشین، کوچه ها را میبندند. برای این باید که پرزیدنتش به نام پیشوای اون ملت بیاید پیروان اون پیشوا را، اندازپارندگان شهروندان خود را باید تیرباران کند، بکشد. اگر کسی جنایت کرد از طرف قرقیزستان شهروند تاجیکستان را کشت، این جنایت امام علی رحمان 10 مراتب بیشتر است که شهروند بدون سلاح خودش را در داخل کشورش برای طلب کردن حق خودش کشت. این یک جنایت. اگر برای این پاتریوت های ما فرق داشته باشد، برای من نه تنها جان انسان فرق ندارد، بلکه اکنون جای پاتریوتیسم شما و وطن دوستی شما و تاجیک دوستی شما و آریا نژاد بودن شما همون است که از یک آریا نژاد که
از همه، اگر من میبخشید نه ملتگرا هستم نه نجات پرست هستم، اصلا این افسانه‌ای که شما میگید درباره خون پاکیزه و گن‌های پاکیزه، اصلا این افسانه واقعا هم شاوینیستی و ناسیونالیستی است. این حرفای شما است. اما از لحاظ etnografی، زبانی، از لحاظ عرقی، اگر شما واقعا دلتون به آریایی میسوزد و به تاجیکان اصیل میسوزد، اصیلترین آریایی مردم بدخشان مردم یغناب است. بروید از تاریخ نگاران، از زبانشناسان، از etnografا بپرسید. زبان ما و شما که امروز صحبت کرده ایستادیم، این یکی از گویش‌های غربی زبانی قدیمی ایرانی است. لهجه فارسی که در عصرهای قدیم در منطقه غرب ایران زمین معروف بود، نه در شرق ایران زمین. زبان اجدادی ما هم زبان مردمی، زبان‌های مردمی بدخشان، زبان یغنابی، زبان سغدی اینا است که بعداً سلاله سامانی ها این زبان را بعد از فتوحات اسلامی، رشد دین مبین اسلام و رشد زبان فارسی از طریق خاندان حاکم به منطقه ما آورده شد و امروز ما با همین زبان صحبت میکنیم، تکلم میکنیم. اما اونهایی که زبان ما را، فرهنگ ما را، رسم و آیین ملی آریایی ما را حفظ کردن، انا هم مردم بدخشان هستند و مردم یغناب هستند و مردم کوهستان هستند. وقتی که امام علی رحمان انا همین آریایی نژادهای اصلی را میکشد، شما وطن دوستانی که داد از پاتریوتیسم و از آریایی میزنه که در چهره بعضیاتون هیچ چیز از آریایی نیست، از تاجیکیت نیست، فقط از تاجیکیت همین سرمایه را به دست آورده و حکومت را، شما همین مردم را وقتی میکشد پاتریوتیسم شما کجا شد؟ شما منتظر میمونید که کی امام علی رحمان سفارش بدهد بعد شما بیاید پاتریوت شوید؟ همین از پاتریوتیسم شما فرقش از پاتریوت‌های قرقیز، همین از پاتریوتیسم شما فرقش از پاتریوتیسم ما که در همه صورت، در همه حالت ما دفاع از تاجیکیت و از وطن و ملت کردیم و خواهیم کرد. ما منتظر نمیشیم که با ما سفارش بدیم که پاتریوت شو بعد پاتریوت شویم. اگر گفتن که غلام شو غلام شویم، اگر گفتن که خاموش باش خاموش باشیم. این فرق است بین رفتار دو کشور. اما بیا دوستان عزیز یک مسئله دیگر رو ببینیم. چرا قرقیزها توانستند در این شب و روز جامعه جهانی را متقاعد کنند که طرف تاجیک متجاوز است؟ حالا جدا از اون که پرزیدنتش در سازمان ملل گفت، جدا از اون که مقاماتش چگونه عمل میکنند، مردمش، بلاگرهایش، ژورنالیستایش، فعالان جامعه شهروندیش چقدر فعال هستند؟ برای چی؟ برای اونا بیشترند. دهها و صدها رسانه مستقل و نیم مستقل با زبان روسی، انگلیسی، با زبان‌های گوناگون در بیشکک عمل میکنند. تمامی سازمان‌های بین‌المللی که از دوشنبه آنها را فشار آوردن، بیرون کردن، محدود کردن، در بیشکک دفتر دارند. جامعه جهانی، دیپلمات‌ها، سازمان‌های بین‌المللی قرقیزستان را در مقایسه با تاجیکستان یک کشور نسبتاً دموکراتیک حساب میکنند و حتی در حالتی که طرف قرقیزستان متجاوز باشد، گناهکار هم باشد، چون سیمپاتی به طرف آنها است، آنها فکر میکنن که مادامی که رهبریت قرقیزستان نسبت ملتش ظلم نمیکند، دروغ نمیگد، آمار دروغ نمیتید، حزب و حرکت ها عمل کرده ایستادن، رسانه های مستقل یا نیم مستقل عمل کرده ایستادن، یگان بلاگر را برای پخش برنامه اجتماعی زندانی نکردن، اپوزیسیون را تروریسم محکوم نمیکند، پس این گونه حکومت دروغ نمیگوید، پس این گونه حکومت جنایت صادر نمیکند و حتی وقتی که اونا جنایت هم صادر کنند باز هم اونا سفید میبرند. اما حکومت تاجیکستان چون یک حکومت دیکتاتوری است، با سازمان‌های بین‌المللی مشکلی دارد، با حزب‌های سیاسی مخالفش مشکلی دارد، با مردم خودش مشکلی دارد، با قومی خودش در بدخشان مشکلی دارد، میکشد، غارت میکند، بلاگرهایش را زندانی میکند، آمار دروغ میدهد. به این حکومت، به این کشور باوری نیست و میگن هر چیزی که اینا بگن دروغ است، حتی وقتی که راست میگن، حتی وقتی که اثبات کنن که طرف قرقیزستان متجاوز هست، باز هم جامعه جهانی میگن که نه، طرف تاجیکستان گناهکار بود. برای چی؟ برای اینکه فکت اینا رو نمیشه باور کرد، اینا دروغگو هستن، این حکومت دروغگو است. یعنی الان باید اعتراف کنیم که سیمپاتی جامعه جهانی در
به طرف قرقیزستان است. اما من با تشکر، با استفاده از این فرصت تشکر میگم به اون یک ایده کمی از روزنامه‌نگاران، فعالان، حقوق شناسان که چی در داخل دوشنبه هستند چی در خارج هستند، از آن جمله برادران خواهران ما در حزب و حرکت‌های مخالفین، در سازمان‌های گوناگونی که اصلا به اپوزیسیون ربط ندارند اما مخالف رحمان هستند، مخالف حکومت امروز هستند، اینها هم به جای حکومت هم به جای اون برادران و خواهرانشون که بلاگرها که در زندان هستند مثل دلیر امام علی و ذوقی بیک و اون پیر محمد زاده عبدالستار و عبدالله غربتی و مثل این الفت خانوم محمد شای و ده ها نفرهای دیگر که زندانی شدن، اینها صدا بلند میکردند در گذشته ها، صدا بلند میکردند. این برادران و خواهران ما در خارج الان مجبورن که جای آنها را هم پر کنن، هم از زبان خودشون گپ زنن، هم به جای اونها به جای 3-4 نفر صحبت کنن، هم به جای وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، هم به جای حکومت جمهوری تاجیکستان. اینها باید این مسئولیت را به دوش بگیرند و جامعه جهانی را متقاعد کنند که نه، طرف ملت تاجیک گناهکار نیست. اگر یگان کمبودی هم داشته باشد حکومت تاجیک دارد، حکومت تاجیکستان، ولی این هیچ ربط به ملت تاجیک، به افسر و سرباز تاجیک، به اون مردم مرزنشین تاجیکستان ندارد. اینا هستند امروز نماینده ملت، اینا هستند امروز وجدان ملت و صدای ملت، نه وزارت خارجه، نه کمیته امنیت و نه اون خاور و ده ها روزنامه‌های دیگر که از بودجه پول میگیرن اما خاموش هستند، یا یک آمار میدن که اصلا نه خودشون باور دارد و نه جامعه جهانی باور میکنند. بنابراین برادران عزیز، ببینید که ما اگرچه از لحاظ اهالی قریب 1 برابر از قرقیزستان بیشتر هستیم، ما 10 میلیون شدیم، ما با این همه ثروت و با این همه امکانات حالا در میدان جنگ، در میدان نبرد با شرافت و جوانمردی سربازان و افسران و مردم خودی مرزی حالا نه پیروز داریم نه مغلوب داریم از یکون طرف، اما باید اعتراف کنیم که در صحنه دیپلماتی، در صحنه بین المللی ما باخته ایستادیم و اینجا عیب مردم قرقیز نیست، اینجا عیب حکومت جمهوری تاجیکستان است که صدای ملت را خاموش کرده است، جسارت ملت را خاموش کرده است. اونهایی که باید بنویسند و بگویند و صحبت کنند، با سوادترین انسانهای تاجیکستان را یا زندانی کرد یا کشت یا مهاجر کرد یا ترسان. امروز دیگر طرف قرقیزستان خواهی نخواهی که اونها قویتر خواهند بود و بیشتر در این باره صحبت خواهند کرد. بنابر همین در این تناسب و در این نزاع همه جانبه همداران عزیز وضعیت این گونه است که نباید ما یعنی بیاییم با آمار دروغ بخواهیم جامعه جهانی را متقاعد کنیم و بعدا هر کسی که بیاید بخواهد تلاش کند که به حقیقت برسد، به واقعیت برسد، او را متهم به خیانت و به دست کشیدن از ارزش‌های ملی کنیم. خب دوستان گرامی، اینجا سوال اساسی این است که این مشکلی بین قرقیز و تاجیکستان چی راه حل دارد و کی حل می شود؟ تحلیل شخصی من این است دوستان عزیز، این که حل این مشکلی نه در دست ما هست، منظورم از ما نه حزب‌های اپوزیسیونی هست، نه حزب‌های داخلی کشور هست، نه روزنامه‌نگاران است، نه جامعه شهروندی هست، نه مردم مرزنشین قرقیز و تاجیک از دو طرف هست، حتی نه حکومت ها هست، نه در دست تاشیف و یتیموف هست، اگرچه میگن که اینا نمیخواهند. اینا شاید سبب جنگ باشند، کدام از اینها منفیت های دارن که حالا ما یک اشاره به این خواهیم کرد، اما حل این مشکل همدیاران عزیز باید بدانیم، باید اعتراف کنیم که در دست 2 نفر است، در دست امام علی رحمان و جپارov. اگر این 2 نفر بخواهند، اگر این 2 نفر واقعا منفیت دار باشند که این مشکل حل شود، من مطمئنم که در یک مدتی کوتاه این مشکل حل خود را پیدا خواهد کرد. اما چرا این مشکل حل نمی شود؟ پس جواب هم در همین است که کسی در اینجا منفیت دار است که این قضیه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان حل نشده باقی بماند. کسی پس در اینجا منفیت دار هست. کی میتواند منفیت دار باشد؟ منفیت دار اول میتواند رهبران هر دو کشور باشند که حالا
با چند دلیل این را خواهم گفت. یا میتواند یک طرف دیگر باشد که منفعت‌دار نیست که بین این دو ملت همسایه صلح و آرامش و همدیگر فهمی باشد و همیشه میخواهد این نزاع‌ها وجود داشته باشد تا اینکه حضور خودش را، ضرورت خودش را در منطقه اثبات کند و بیاد پایش را در بین بگذارد به حیث میانجیگر یا صلح آفرین یا به هر شکل دیگر. یعنی کسی در اینجا منفعت‌دار است. منفعت‌دار میتواند در بین دو رهبر باشد، یکیش نه. من اگر ببینید یکیش اگر منفعت‌دار باشد و یکی دیگرش نه، حتما اونه که منفعت‌دار صلح هست میخواهد صلح و آرامش باشد، راه رو پیدا میکنه. پس یا اینا هر دوشان منفعت‌دار هستند که غالبا همین گونه هست، یا اگر بسیار هم خوشباور باشیم به رهبران دو کشور میتونیم بگیم که پس هست طرفی سیوم کسی که منفعت‌دار است که این نزاع باشد. شما فکر میکنید که یک تاجیکی مثلا ساکنی چارکوه، ساکنی وارو، خواجه اعلا، حالا کانی بادام، یعنی به یگان سبب میگیرد یک سلاح رو همسایه قرقیزش رو میکشد یا خانه رو آتش میزند؟ کی به همین باور میکنه؟ یا برعکس یک قرقیز میاد خودش، یعنی بدون کدام سبب میاد خانه تاجیک رو آتش میزند، تیر میکشد؟ یا همون سرباز قرقیز یا سرباز تاجیک؟ نه، به هیچ وجه. چون اگر این کار رو کرد، اگر سرباز کرد، از طرف افسر، از طرف قانون جواب میگیرد برای بیهوده تیر کشیدن. اگر شهروند کرد که اصلا شهروند برای چی این کار رو بکنه؟ پس کسی هست که به این سرباز یا از این طرف یا از اون طرف سپارش داد، کدام افسر از طرف سرفرمانده عالی قشونهایش سپارش گرفت از کدام طرفه، یا اینکه یگان نفر، یگان کسی که در لباس سربازی تاجیک یا سربازی قرقیز آمد با سپارش طرف سیوم این کار انجام داد و به طور اتوماتیک دیگر جواب از طرف دیگر پیدا شد. پس این کار، این نزاع و این پرووکاسیا که همیشه باعث جنگ و جدال و شهادت انسان ها می شود، حتما یک سرچشمه دارد. حتما کسی هست که تیر اول رو میکشاید، یا از این طرف یا از اون طرف، که بعد مردم مجبور میشوند که دست به کار شوند. خب پس اگر ما تحلیل کنیم، نه از روی کدام بغض و کینه، نه از روی کدام افسانه، بلکه از روی منطق، حالا که دلیل نداریم، اون کسی که فرمان داده است یگان اینستروکشن نمی نویسد، فرمان خطی نمی نویسد، ولی خودی منطق میگه که اول کسی این سپارش رو داد، دوم کسی منفعت دار بود، سوم بعد میایم سراغ اون که کیها میتونن منفعت دار باشن. باز تکرار میکنم، در کشورهای دیکتاتوری، در کشورهای اتوریتری و خودکامه که آسیای مرکزی همه‌شون همین گونه هستند. حالا قرقیزستان یک کمی بهتر است، دموکراتیک تر است. تاجیکستان جزء 10 کشور دیکتاتوری جهان هست. در این گونه کشورها وزیر، دپوتات، در این گونه کشورها رئیس ناحیه، ولایت، سرباز اصلا نقش ندارد. جنگ رو هم کند شخصی اول میکند، صلح هم کند شخصی اول میکند. و در قرقیزستان هم تقریبا وضعیت همین گونه است. پس حالا ببینیم که چند درصد است که این کاری دستی بیگانه است، یعنی نه رهبریت هر دو کشور بلکه بیگانه است. چند درصد میتواند؟ من بیشتر از 20% یعنی این احتمال رو نمیدهم. یعنی 80% من فکر میکنم که طرفهای درگیر منفعت‌دار در داخل منطقه هستند، در خود همین کشورها هستند. حالا سوال با وجود میاد که اگر کسی از بیرون منفعت‌دار است، برای چی منفعت‌دار است؟ من فکر میکنم در این پرتو حادثه‌های جنگ اوکراین و روسیه، زد و خوردهای منطقه‌ای و تنگ شدن موقع بعضی کشورها در صحنه جهانی، بعد نیست برایشون که باز در یک نقطه دیگر یک مشکلی با وجود بیاد و ضرورت به آنها شود، به میانجیگری آنها، تا اینکه آنها نشان دهند که نه، آنها در حاشیه نرفتن، ایزولیت نشدن، آنها هنوز لازمن در صحنه بین المللی منطقه‌ای میتونن نقش بیافرن در نزاع آذربایجان و ارمنستان، در قرقیزستان و تاجیکستان، در افغانستان یا جاهای دیگر. یعنی دقت مردم رو از بحران اصلی داخلی و منطقه خودشون بکشونن به جاهای دیگر که باز تکرار میکنم از نگاه بنده بیشتر از 20% نیست. اما من بیشتر اعتقاد دارم که باید که طرفی منفعت دار رو به این قضیه در داخل منطقه و در داخل هر دو کشور
جستجو کرد. یکیش میتواند منفعت‌های اقتصادی کنترابند در مرز باشد که اینم باز تجارت و منفعت‌های اقتصادی در هر دو کشور در دست دایره‌های معین هست. دیگرش میتواند این منفعت‌های سیاسی باشد. حالا اگر من که اپوزیسیون قرقیزستان نیستم که بیام طرف قرقیزستان رو بیشتر تحلیل کنم، اما تخمین میکنم که بعضی دایره‌ها از اون جمله در سطح رهبریت قرقیزستان هم میتوانند منفعت دار باشند با آن که خودشون رو همچون پاتریوت، همچون حمایتگری منفعت‌ها و مرز و بوم ملت قرقیز نشان بدهند، در مقابل یک همسایه نسبتاً ضعیف‌تر در مقایسه با ازبکستان و قزاقستان و چین و گاه این به اصطلاح موشک‌ها و قدرت خود را به نمایش بگذارند تا اینکه مردم از مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراموش کنند و همیشه مشکلات امنیتی جای یکم باشد. دوم، قاچاق مرزی که حالا این خبرها هم از طرف قرقیزستان، از طرف رسانه قرقیزی هست که بعضی منصبداران قرقیزستان دست به قاچاق با شریکان تاجیکشان، حکومتداران طرف تاجیکستان، این قاچاق مواد سوخت، بنزین، آرد و مواد مخدر، سیگارت، اینها را دارن و بعدی که آشکار می شود یک مشکلاتی با وجود میاد، برای که روپوش کنن یک نیزای را با وجود میان که تا اینکه مردم این را فراموش کنن و فکر و ذکرشون به خانه های سوخته و به شهیدان به اینا باشد. اما بیایم به طرف خودمون تاجیکستان چی منفعتی دارد اگر بالفرض این فتنه را یا این منفعت‌دار در طرف تاجیکستان باشد؟ ببینید دوستان عزیز، من به هیچ وجه باور ندارم که همین جنگ حتی از طرف دایره‌های منفعت‌داری تاجیکستان آغاز شده باشد، چون به نفع حتی حکومت دیکتاتوری تاجیکستان هم نیست که این جنگ را آغاز کند. اما فرق در چی است؟ فرق در این است که جنگ را آغاز هم نکنند که نکردن، چون یگان افسر و سرباز تاجیک اثبات نشده است که تیر پرانده باشد، نه یک شهروند تاجیکستان، اما منفعت‌دار در این هستند که این گونه نزاع‌ها گاه تشکیل شود، گاه به وجود بیاد. اون که با وجود آمد مدیریتش دیگر میافتد در دست رهبران دو کشور که چگونه این نزاع رو مدیریت میکنن و از اون بهره سیاسی میبردارن. شما ببینید چگونه بهره سیاسی برداشته میشه. باز یک بار دیگر رفتار رهبران هر دو کشور رو تحلیل میکنیم، البته با یک برد یا مثبتی که پرزیدنت قرقیزستان کرد، در سازمان ملل برآمد کرد، مسئولیت رو به دوش خود گرفت، در پیش ملتش خودش رو کمی سفید کرد. اما اگر طرف تاجیکستان گناهگار می بود، اول شروع میکرد کی خلل میرسوند به پرزیدنت قرقیزستان که در سمرقند در ملاقات روبرو با امامعلی رحمان یا با دیگر پرزیدنت‌ها رو بگوید؟ از کی میترسید پرزیدنت قرقیزستان؟ از هیچ کس. میتوانست راحت بگوید، اما چرا نگفت؟ برای که نه دلیل داشت، نه فکت و نه جرأتش رو داشت. دقیقاً همین سوال با طرف تاجیکستان کی خلل میرسوند با امامعلی رحمان که در سمرقند با جپاروف بگوید که شما این جنگ رو آغاز کردید، شما تجاوز کردید، شما خانه ها رو آتش زدید، شما آغاز کردید این مشکلی رو. چرا نگفت؟ کی خلل میرسوند؟ از کی میترسید؟ از میرزیوف، از پوتین، از جپاروف؟ نه. سوال در این است که چرا اینها دو طرف میآیند مردم آسایشته را، روزنامه‌نگارها را، اپوزیسیون‌ها را، بلاگرها را، سربازا را در مقابل یکدیگر میگذارند، سلاح میتن، میکشن، خانه ها سوخته میشود، مردم، فرزندان مردم کشته میشن. بعد وقتی که در پس میز مینشینن یک سخن هم، یک جمله هم درباره کشته شدگان و جنگ و درباره این نزاع یک کلمه هم حتی نمیگن. ملاقات میکنن، سلام علیک، دوستانه، عکس برداری، چای نوشی، ولی یک جمله هم درباره حادثه های مرز در بین رحمان و جپاروف گفته نشد. در صورتی که پرزیدنت آذربایجان علیوف در سمرقند اگرچه سروزیر ارمنستان پاشینیان نبود، با طور آشکار تمام عیب را در این نزاع آخر بین این دو کشور به دوش ارمنستان پرداخت. سروزیر ارمنستان به خاطر آنکه گفت که طرف دیگری نزاع در این نشست شرکت میکند، ملت من مصیبت دارد، نرفت حتی به سمرقند. یعنی مناسبت این دو رهبر مناسبت کشورها و رهبران ملت‌های هست که در جنگ هستند، در نزاع هستند. اما رفتار هر دو این پرزیدنت نشان میدهد که اینا نه تنها
ملت‌های خود را پیش کردند، خودشان آدمان صلحجو، آدمان بسیار دوست ملت قرقیز و تاجیک، صلح آفرین، اما درباره مصیبت ملتشون یک جمله هم نمیگن، یک کلمه هم از زبان اینها صدا نمیاد. وانمود میکنن در نزد چین و روسیه و دیگرها جهان که نه، اصلا در مرز تاجیکستان و قرقیزستان هیچ چیزی نیست. بعد که برآمدن از جلسه با این پاتریوت های دروغین خودشون سپارش میدن که ملت طرف دیگر رو سیاه کن، حقارت کن، تحقیر کن و با مردم سلاح میدن و ارتش سپارش میدن که بپران بزن. و هر دو اینها آدمان صلحجو، آدمان با آداب و اصلا هیچ مشکلی ندارن. پس سوال با وجود میاد که منفعت دار کی هست؟ کی منفعت دارد که این گونه حالت ها زود تکرار شود؟ وزارت خارجه تاجیکستان میگه که در مرز ما با قرقیزستان بیشتر از 200 مراتبه نیزای مسلحانه رخ داد. 200 مراتبه بیشتر از مرز ما با افغانستان. اگر تمام افراد شهیدان طرف تاجیک را در نزاع با قرقیزستان جمع کنیم، به مراتب بیشتر از نزاع ما با مرز افغانستان هست. حکومت تاجیکستان همیشه در پیش جهان داد میزند که ما از طرف افغانستان خطر داریم، مرز ما را مستحکم کنید، مشکل را حل کنید، خطر اساسی ما در اونجا است. یک بار نمیگوید که چند نفر در مرز افغانستان کشته شد در این 20 سال اخیر، چند نفر در مرز قرقیزستان کشته شد. پس خطر اساسی برای ملت تاجیک از کجا است؟ از اون طرف آمو یا در داخل خود منطقه سابق شوروی، اودکبه و شاس؟ ما بیشتر از اینجا کشته شده ایستادیم، از این طرف. خطر بیشتر از این طرف است، نه از اون طرف آب. اون طرف آب را فقط برای ترساندن جهان و ترساندن مردم تاجیکستان استفاده میبرید. از ریش و سله و از جامه و از حجاب اون طرف آب میترسونید. بعد که در مرز قرقیزستان با این گلستوکدارها و با این آدمان مثل خودتون مشکلی با وجود آمد، باید همون ریشدار و سله‌دار را سلاح میتید، میگه بیا در اینجا جنگ کن. این بازی دوینای استاندارد، این بازی دخوره، این شیطنت با ارزش‌ها، با وطن، با خطرها، با ملت تا کی دوام میکنه؟ یعنی بعد این ما بیایم بگیم که نه، اینجا از امام علی رحمان باید تنقید نشود، او باید در این شب و روزهای دشوار فقط تعریف بشنود. نه، من از سرباز دفاع میکنم، از افسر تاجیک حمایت میکنم، از مردم اسفره و کانیبادام و از جرگتال حمایت میکنم، اما نه از امام علی رحمان که این مصیبت ها را به فایده خودش استفاده میبرد و دقیقاً در شب و روزی که مردم تاجیک ماتم دارد، به جای آن که ماتم ملی اعلان کند، 10 خانواده دیگر را ماتمدار میکند. دادگاه عبدالله غربتی، دادگاه الفت خانم را برگزار میکند. اینها را مطمئنم که به مدت‌های طولانی باز روانه زندان میکند. محمد سلطان روزنامه‌نگار و افسر سابق امنیت تاجیکستان را که از واقعا افسرهای بهترین با وجدان تاجیک بود، او را زندانی کرد در همین شب و روز. یعنی من چگونه بیام با امام علی رحمان باور کنم، او را رهبر تاجیکستان بدانم، او را مسئول ندانم، تنقید نکنم؟ نه دوستان عزیز، کسی که پاتریوت است، کسی که وطن دوست است، کسی که دلش به این ملت، به این سرزمین میسوزد، از همین روز شروع کرده بله اعلان کند که من در پهلوی سرباز تاجیک هستم، در پهلوی افسر تاجیکم، در پهلوی مردم تاجیک هستم، اما در پهلوی این حکومتداران روز خواهم بود که اینا در خدمت مردم و ملت و وطن باشند، در تابعیت قانون باشند. اما به هیچ وجه این حکومت را یا حکومتداران را، من محض تاکید میکنم آن حکومتداران، چون همه حکومت این گونه نیست، آن حکومتدارانی که با یک دستشان ملت تاجیک رو میکشند، زندانی میکنند، با یک دستشون پول ملت رو میدزدند، غارت میکنند، ملت رو تروریست و ملت رو جنایتکار در سراسر دنیا اعلان میکنند، با این دست دیگرشون باز به ملت سلاح میدن که بیا از تجارت من و از منفعت‌های من و از سیاست‌های من پشتیبانی کن. نه، این کارو ما هیچ گاه نخواهیم کرد. بله، از وطنمان، از ملتمان در مقابل هر متجاوز، چه از شرق باشد، چه از جنوب، چه از شمال، خواهیم ایستاد. اما همزمان با این متجاوز اساسی که در داخل کشور در قصر ملت نشسته است، نباید ما مبارزه رو فراموش کنیم. بنابراین دوستان عزیز، دقیقاً منفعت‌دار هستند. منفعتشون در همین است که ملت تاجیک حادثه‌های بدخشان رو فراموش کند
قضیه بدخشان رو، این جنایت ها و این قتل عام مردم بدخشان فراموش کند و اگر خودشان شروع نکرده باشند هم، باز تکرار میکنم، منفیت دارن، اون رو دامن میزنن، مردم رو مسلح میکنن، بسیج میکنن تا اینکه با این روحیه ایجاد یک روحیه پاتریوتیسم دروغین خیانت ها و جنایت های خود رو در نزد ملت فراموش کنند. بنابر همین من صحبت های با طرف دوستان قرقیزستان هم داشتم، با انسان های با وجدانی از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، بلاگرها و جامعه شهروندی قرقیزستان داشتیم و خیلی آنها را هم دعوت کردیم با آنکه نه، شما داده نشوید، آن کاری که میکنید نسبت حکومت خودتان 100% ما جانبدار هستیم، کمبودی آنها را آشکار کنید، جنایت های کرده شما را در این قضیه هم آشکار کنید و ما هم تلاش میکنیم که جنایت های کرده طرف خودمون را هم آشکار کنیم. اما آن چیزی که برای ما مهم است، برای هر دو طرف، این باید باشد که به هیچ وجه نه ملت تاجیک نه ملت قرقیز را در این حادثه ها گناهگار ندانیم. ملت ها گناهگار نیستند. این دو ملت طول هزار ساله ها در پهلو یکدیگر زندگی کردند، خویش و تباری داشتند، رابطه داشتند. حتی در بدترین روزهای ملت تاجیک که ما با دیگر همسایه ها مشکلی داشتیم و خود همین امام علی رحمان نه تنها اسلام کریم را اول پدرخوان گرفت و بعد دشمن ملت تاجیک اعلان کرد، بلکه تمام ملت ازبک را و ازبکستانی ها را برای ما دشمن کرده بود. ملت قرقیز بود که با ما دست دوستی دراز کرد، با ما دوست بود، همکاری بود. همین مشکلات مرزی حل نشده بودن در اون وقت. چرا همین مشکلات وجود داشتن، اما بین دو حکومت، بین دو ارتش، دو مردم خانه سوزی نبود، کشتار نبود. برای چی امروز رخ میدهد؟ برای آنکه منفعت دار نبودند رهبران دو کشور. نه عسکر عکیف منفعت دار بود، نه اون وقت امام علی رحمان منفعت دار بود که هم اسلام کریم را دشمن دارد، هم باز حکومت قرقیزستان را داشته باشد. اما امروز وقتی که با میرزیایف رابطه خوب است، ملت ازبکستان دیگر دشمن نیست، امام علی رحمان همیشه نیاز به یک دشمن داخلی یا بیرونی دارد. گاه جاهاشو عوض میکند. یک وقت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دشمن داخلی است، بعد این از ما بر آمد مردم بدخشان، بعد این از ما بر آمد قرقیز یا طالب یا افغان یا هر کسی دیگر. این انسان، این نفر بدون دشمن برای ملت تاجیک زندگی کرده نمیتواند. اصلا سیاستش از اول همین است. چرا ملت تاجیک بیاد در این جنایت شریک باشد؟ چرا ملت قرقیز بیاد در این جنایت شریک باشد؟ نباید ملت قرقیز جوابگوی اشتباهات و جنایت‌های رهبران خودش باشد، نباید ملت تاجیک جوابگوی اشتباهات و جنایت‌های رهبریت طرف ما باشد. من در آخر چند پیشنهاد دارم. پیشنهاد من این است که خب حالا گفتم که تا این دو نفر نخواهند این مشکل حل ندارد، شاید که در آینده هم نخواهند. اینا منفعت دار باشند که همین قضیه باقی بماند. اینها گاه بیان بازی پاتریوتیسم و دشمن تراشی را باز راه اندازی کنند برای در داخل حکومت‌های خودشان وضعیت را کنترل کرده بتوانند. اما ملت تاجیک و قرقیز تا که تلفات بدهد، یکدیگر را بکشند، ما سنگ بزنیم. من پیشنهاد دارم که اگر واقعا هم امام علی رحمان و جبارف میخواهند که این قضیه حل شود، باید یکی از کشورها مراجعت کند به شورای امنیت سازمان ملل و درخواست رسمی شود درباره جایگزین کردن یا جایگیر کردن میسیه ناظران سازمان ملل در منطقه های مرزی قرقیزستان و تاجیکستان. برای چی؟ برای آنکه طرف قرقیز تاجیک را گناهگار میکند، طرف تاجیک قرقیز را گناهگار میکند، مردم نزدی سرحدی یکدیگر را گناهگار میکند. یک نفری بی‌طرف، یک میسیه ناظران یا از OBSE یا از سازمان ملل. اما چرا من سازمان ملل را بیشتر طرفدار هستم؟ برای که سازمان ملل در مسئله نظارت آتش بس بین حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون در تاجیکستان تجربه دارد. یادمان نرود که میسیه نبلودتل یا همون میسیه ناظران سازمان ملل در تاجیکستان چندین سال فعالیت کردند و خیلی زحمت کشیدند و آنها همیشه گزارش میدادند که آتش بس رو کی ویران کرد. بگذار اینها باشن، نظارت کنن کدام طرفی که آتش بس رو ویران میکند، اینا گزارش بنویسن، اعلان کنن. یک بی‌طرف از سربازان بگذار کدام کشورهایی که میآیند، ناظرانی بگذار ایران باشد، روسیه باشد، ترکیه باشد، چین باشد، امریکا، اروپا، فرق نمیکند، آفریقا باشد، در تاجیکستان از همه این کشورها تا بنگلادش و اردن و از
اوروگوئه از اینجا هم بودن افسران و گنرال ها. بگذار اینا بیایند و نظارت کنند و تا اینکه در این مرز یک مدت طولانی آرامیش باشد، مردم اسفره و بادکنت و لیلک و کانیبادان بتوانند زندگی آرام داشته باشند، خانه ها نسوزد، مردم بیگناه کشته نشود به خاطر منفیت های کدام پرزیدنت و وزیر و کدام تاجر به انصاف در مرز. ناظران بین المللی مستقر شوند، نظارت کنند، گزارش بنویسند و این کار را کی کرده میتواند؟ اگر منفیت دار باشد امام علی رحمان نامه مینویسد به دبیر کل سازمان ملل جناب گوترش که در سطح شورای امنیت مسئله بررسی شود، ناظران فرستاده شود. جعفر یا خودش نامه مینویسد یا جانبداری میکند. اگر این کار را نکردن پس بدانید که منفیت دار نیست. من چرا میگم اودکبه و شاسینا اینا اصلا نقش میانجیگری و ناظران نمیتونن. اگر میتونست اودکبه در ارمنستان و آذربایجان میکرد. یعنی هنوز هم درگیری دوام دارد، حتی جرأت آمدن و بیانیه دادن یا که دخالت کردن رو ندارن. بنابر همین اینجا پیشنهاد ما از نوع پیمان ملی تاجیکستان این است و نه به مردم هست، به جامعه هست که این اقدام را جدی‌تر بگیرند و اجازت ندهند که در آینده خون یک انسان بیگناه، خون یک افسر یا سرباز در این نزاع‌های پرووکاسیونی بریزد. اینجا همدیران عزیز من صحبت خودم را به انجام میرسانم و آن نقطه نظرهایی که داشتم درباره قضیه اخیر مرز قرقیزستان و تاجیکستان گفتم. انشاءالله که باز صحبت‌ها یا موضوعهای دیگر را در صحبت‌های بعدی در خدمت شما خواهم بود. تا صحبت دیگر در پناه پروردگار پاک باشید.